در موج برنامه اطلاعاتی خبر. وزارت گفت کیها در تاجیکستان واکسن نمیگیرند. شیرعلی میرزا با سیدورف وضع مرز تاجیکستان و افغانستان را بررسی کرد. غرق شوی 4 خواننده مکتبی استرافشان در سردریو. گرمی جریان کرونا را شدیدتر میکند. لاوروف درباره ورود نظامیان به افغانستان اظهارات داد. در جمهوری تاجیکستان واکسینگیری برای افراد از 18 ساله بالا حتمی گردید. چنین قرار ستاد جمهوریوی اوید به مبارزه با کرونا ویروس به تصویب رساند. ولی وزارت تندرستی تاجیکستان گروهی آدمانی را قید کرد که گرفتن واکسن برای آنها منع است. با گفته سردار ریاست امنیت سانیتری اپیدمیولوژی جمهوری نوروز جعفرов زنهای حامله در تاجیکستان با ایمونیزاسیا جلب نخواهند شد. همچنین زنانی که کودکان شیرمک دارند نیز واکسن نمیگیرند. جعفرов همچنین ذکر نموده است که افرادی که حرارت بدن آنها بلند است و یا خروج بیماری‌های مزمن و سیرویتی در آنها مشاهده می شود، واکسن زنی آنها هم تا یک مدت معین به تأخیر گذاشته می شود. علاوه بر این، نفرانی که در دوره واکسینگیری مبتلای کرونا ویروس گردیدند، امشبی آنها تنها پس از 6 ماه امکان پذیر می شود. در دوشنبه ملاقات کاری وزیر دفاع تاجیکستان گنرال پالکوونیک شیرعلی میرزا و سردار ستاد مشترک سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی گنرال پالکوونیک آناتولی سیدروف برگزار گردید. اطلاع می‌دهد خدمات مطبوعاتی سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی در جریان این مذاکرات جانب‌ها وضع کنونی سیاسی و حربی استراتژی آسیای مرکزی را بنابر شدت گرفتن وضع افغانستان محاکمه کردند. در این ملاقات دقت مخصوص به افزای مرز تاجیکستان افغانستان داده شد. در برابر این جانب‌ها فرار شهروندان و خدمتچیان حربی افغانستان را به تاجیکستان محاکمه کردند. از قسم نوبرداری کمیته حالت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت به سپوتنیک تاجیکستان خبر دادند که 4 خواننده مکتب شهر استرافشان بعد از ظهر دیروز هنگام آبازی در رودسیر غرق شدند. با جای حادثه کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده شهر خوجند به حساب غواصان سفربر شدند، گفته است منبع. با پای اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده سوخت، حادثه در ساحل راستی سردریا در نزدیک باغ فرهنگ فراغتی نوروزگاه رخ داده است. رخداد این حادثه متیش را در اداره معارف شهر استرافشان نیز با سپوتنیک تاجیکستان تایید نمودند. بگویی سنه 7 ایول جسد بیجانی 4 نورسی 15 ساله و یک جوانی 24 ساله را از دریای سیر بیرون کشیدند. نورسان غرق شده خوانندگان مکتب 60 شهر استرافشان بودند و یک جوانی دیگر ساکن شهر گلستان میباشد که هنگام آبازی در موضع باغ نوروزگاه شهر خوجند غرق شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده از شهروندان خواهش می‌کند که در این روزهای گرمی که همه خود را به ساحل آب‌ها می‌زنند، کوشش کنند تنها در جای‌های آبازی و شناوری نمایند که اجازه داده شدند. گرمی جریان بیماری کرونا ویروس و دیگر کسلی‌ها را شدیدتر می‌کند، می‌نویسد ریا نوستی با استناد به اندری تیژلنکو، متخصص آزادی کمک اولیه طبی سانیتری برای اهالی کلانسول ریاست تندرستی مسکو. در هوای تابستان خوف مبتلای کرونا ویروس شدن بیشتر است، زیرا در چنین شرایط مسئولیت انسان ضعیف‌تر شده، ارگانیسم آدم در قبال هر گونه ویروس و باکتریاها قابلیت مبارزه بردن را از دست می‌دهد، توضیح داده است تیژلنکو. نام برده توصیه می‌دهد که برای سست نگردیدن مسئولیت گرفتن واکسن شرط و ضرور است. او میگوید نفرانی که در گروه خوف قرار دارند باید پیش از همه واکسن گیرند تا ارگانیسم آنها در مقابل هر گونه ویروس قوی تر شود. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف درباره ورود نظامیان این کشور به خاک افغانستان اظهارات داد. روسیه آیا نظامیان خود را به خاک افغانستان وارد میکند یا نه؟ چنین سوال پیشگذاری شد نزد وزیر کارهای خارجه این کشور سرگئی لاوروف. سیاستمدار روس در جواب به این سوال گفت که پاسخ الکی معلوم است. آیا نظامیان خود را وارد افغانستان میکنیم؟ من فکر میکنم که پاسخ معلوم است، اظهار داشت رهبر وزارت کارهای خارجه هنگام سخنرانی در دانشگاه فدرالی شرقی دور. ضمناً رهبر وزارت کارهای خارجه روسیه گفت در صورت حمله طالبان سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی مددرسان تاجیکستان خواهد بود. سامیان عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.